روز 25 مارس سال 2023 گروهی از طرفداران اپوزیسیون تاجیک با جمعی از شهروندان آلمان در شهر برلین پایتخت آلمان تظاهرات اعتراضی دایر کردند. تظاهرگران رهایی محبوسان سیاسی از زندانهای تاجیکستان از جمله عبدالله شمس‌الدین را که 18 ینور سال جاری از آلمان اخراج و برابر رسیدنش به دوشنبه به حبس گرفته شد طلب کردند. تظاهرات اول در نزد بنای وزارت خارجه آلمان صورت گرفت و سپس تظاهرات دوم در میدان نزد بنای بوندستاگ یا پارلمان این کشور دایر شده است. هرچند تشکیل کنندگان شماره تظاهرگران از 100 تا 150 نفر میگویند، ولی در عکس و ویدیوها شماره مردم جمع شده کمتر به نظر می رسد. فرهاد اودینایف، یکی از فعالان اپوزیسیون تاجیک، با ارسال عکس و ویدیو از جریان تظاهرات به پایگاه خبری بامداد خبر داد که تشبسکار گردجمعی اول در نزد وزارت خارجه آلمان خود شهروندان این کشور از جمله آنهایی بودند که عبدالله شمس‌الدین را میشناختند و طرفداران مخالفین آنها را همراهی کردند. گفت او به گفته او جمعی آزادگان بدخشان که بعد سرکوب خونین اعتراضات در این ولایت مختار به اروپا پناه بردند نیز در اعتراضهای برلین اشتراک کردند. از رهبران مخالفین از جمله رئیس پیمان ملی تاجیکستان، یک ائتلاف در تاجیکستان ممنوع نیروهای مخالفین محیدین کبیری، معاون او علیم شیرزمانوف، نماینده دیگری این پیمان محمود جان فیض رحمان، رئیس انجمن مهاجران آسیای مرکزی در اروپا الهام جان یعقوبزاده در تظاهرات برلین اشتراک کردند. در شعارهای اشتراکچیان عکس‌های زندانیان چون سید عمر حسینی، محمد علی حیید، زبیدالله رازق و پسرش محمد روزی اسکندروف، زید سیدوف، الفت خانی محمد شای و شوهر سابقش جنرال خولباشوف، منوشیر خالق نظروف، چهارشنبی چهارشنبیف و فراموز ارگاشوف و دیگران دیده می شوند. یک روز قبل خبر آمد که کسی از طرفداران مخالفین در بنای سفارت تاجیکستان در برلین عکس‌های طنزآمیز پرزیدنت‌های تاجیکستان و روسیه امامعلی رحمان و ولادیمیر پوتین را آویزان کرده است. سبب این اعتراضها خبرهای رسما تصدیق نشده است که میگفتند امامعلی رحمان در پی اشتراک در انجمن آب سازمان ملل در نیویورک از چند کشور اروپا از جمله از آلمان نیز بازدید میکند، ولی درباره سفر امامعلی رحمان به اروپا یگان اطلاع رسمی نشر نشده است. در برابر طلب رهایی محبوسان سیاسی، یک طلب دیگر مخالفین تاجیک از دولت‌های اروپا در این اعتراضات این است که با دعوت حاکمان خودکامه به سفرهای رسمی و غیر رسمی به حکمرانی آنها مشروعیت نبخشند. مقامات تاجیکستان این اعتراضهای مخالفین تاجیک در اروپا را هنوز رسما شرح ندادند، ولی طرفداران حکومت می نویسند که اپوزیسیون دیگر در حیات سیاسی تاجیکستان نقش چشمگیری ندارد و اعتراضهایشان نیز اثری نخواهند داشت، نه به حکومت تاجیکستان و نه به تصمیم گیری حکومت‌های دولت‌های دیگر که آیا امامعلی رحمان را به کشورهای خود دعوت کنند یا نه.